داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان محاکمه عیسی. شبیه آمد سربازان عیسی را به کاهن اعظم گسا بردند تا کاهن اعظم وقت شایی بازخواست کند. پتروس هم شدو را به راوانی پدا آید. وقتی عیسی را به گسه تایش برد، پتروس شگسا در نا و آچش کنک را داد. به گسه تاها کاهن اعظم یهود آی را بازجویی کرد. آوان دروغ شاهد یا ارد که به عیسی تهمت جنند، اما آوانی خبر بوتی همدیگر یکی نهد. بنابراین رهبران یهود نتوانستند که ثابت کنند که گناهکارند. عیسی هم هیچ چیزی به بوتی زوانه سرا نیاورد. سرانجام کاهن اعظم به عیسی سل کرد و گوشت: به ما گوش، آیا تا مسیح خدای زاک هسته؟ عیسی گوشت: بله هستون. و یک روی چمنا گندید که به خدای دست راست نشتگون و قوتش آسمان به زمین برگردین. یک گشت کاهن اعظم وتی پوچانه درد و به یدگه دینی رهبران فریادی جت و گوشت: کفر رشید، دیگه چه نیازی به شاهدان دارد؟ گردن اشکت که چیه گوشت؟ چه رأی وادهیت؟ یهودیانی مذهبی رهبران به کاهن اعظم جواب گوشتش: مرگ سزاوارند. بعد به عیسی دیما وتی دبه آبها را پرینتش و آیر جتش و بعضی شاوان به آیی شهامتش جد و آیر مسخرهش کرد. در بیرون شگسا پتروس انتظار کشید. کنیزی آیر دیست و برایی گوشت: فکر کنین که تا هم گو عیسی ناصریته. پتروس تکذیب کرد. کمی بعد دیگه کنیزی هم همه خبر برایی داد. سرانجام آوانی که آده و اشتاتتش برایش گوشت: تا حتما یک کش عیسی شاگردان هسته، چون تی لهجه جلیلی است. آنگاه پتروس قسم خورد و گوشت: خدام نه لعنت کند اگر من یه مردا درست کنی. قرآن کروس بانگ داد و عیسی برگشت و پتروس سل کرد. سپس پتروس شهریات در نا شد و زار زار گرید. یهودا خائن دیست که یهودیانی رهبر عیسی را به مرکا محکوم کردند، غم و ناراحتی آی را فرا گرفت و دست به خودکشی جد. یدگر وچان سران یهود آی را به فرماندار رومی پیلاتس کنک بردش. آوان امید داشتند که پیلاتس عیسی را گناهکار ازاند و آی را به مرکا محکوم کند. پیلاتوس عیسی پرسید: آیا تا پادشاه یهود هسته؟ عیسی جواب داد: همه را که هست که تاوشه، اما نی پادشاهی مثل دنیای پادشاهی نیست. اگر یرگت نی پیرو من جنگ کردند، اما من پریش بری دنیای تها یاتگون تا حقیقت را به دنیای تها بیارین و تمام کسانی را که حقیقت را دوست دارند شمن پیروی کنند. پیلاتوس گوشت: حقیقت چیه هست؟ بعدش پیلاتوسی گفتگو و عیسی و به دلنا جمعیت کنک شد و گوشت: من گناهی در عیسی ندیستم. اما سران یهود و مردم جمعیت فریادش جد: مصلوبش کن. پیلاتوس پاسخ داد: گناهکار نیست. اما آوان یه گشتی نگود توتر انتوار فریادش جد. سپس پیلاتوس به سومین گشتا به راوان گوشت: گناهکار نیست. اما پیلاتوس که ترست مبادا شورش بید، بنابراین موافقت کرد و عیسی را به وتی سربازان داد تا مصلوبی کنند. سربازان رومی عیسی را شلاقش جد و سلطنتی لباس برای گرایش داد و تاج شخارا برای سرایش هشت و بعد آی را مسخره کردند و گوشتش: زنده باد پادشاه یهود. داستانی برگرفته از کتاب مقدس. انجیل متی فصل 26 آیه 26 و آیات 27 تا 57. انجیل مرقس فصل 14 آیات 15 تا 53. انجیل لوقا فصل 22 آیات 23 تا 54. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 12 تا 19.